خب رفقا ببین، با اینکه گفته بودیم نمیخوایم آموزش بدیم، تا اینجا الان 3 تا جلسه آموزشی گذاشتیم. یه جلسه در رابطه با کندل صحبت کردیم که کندل چیه، داستانش چجوری، چه شکلی درست میشه کندل. بعد اومدیم همون رو مثال آوردیم توی چارت قیمتی نشون دادیم که کامل به یه درک خوبی برسیم. بعد از اون اومدم در رابطه با تخفیف های قیمتی 50%، 80%، 70%، اعداد فیبوناچی صحبت کردیم و در رابطه با بلاک های اصلی قیمتی، مبدأ قیمتی، سقف های قیمتی که میخواد بشکنه و اینا چقدر مهمه و قیمت از کجا اوج میگیره. مثالش هم با دلار به تومن زدیم، در واقع با تتر به ریال، تتر به تومن زدیم که کامل برای همه خیلی حسی قابل درک باشه. حالا این مدل بررسی که انجام دادیم، خب یه بررسی تلفیقی بود. یعنی شما زمانی که میای برمیگردی میگی آقا به عدد 25000 تومان روانیه، از اون که میره بالاتر وقتی به 25 برگرده من میخرم، این روانیه، روانشناسیه، این عدد رونده، این در واقع با احساسات معامله گران داره صحبت میکنه. زمانی که ما حرف از احساسات معامله گران میزنیم، از واژه‌ای استفاده میکنیم به نام سنتیمنت. میگیم سنتیمنت ریسک پذیره. سنتیمنت اینه که معامله گران ریسک میکنن، معامله گران خوشحالن، لقاشون داره میخنده تا بناگوش بازه، پول میریزن وسط، رو پولشون حاضرن ریسک کنن، حاضرن خطر بکنن. چه زمانهایی در همچین وضعیتی قرار میگیریم؟ وضعیت زمانهایی که اقتصاد گل و بلبل، بانک مرکزی داره حمایت میکنه، پول ریختن وسط، همه دارن پول در میارن، تو خوبی من خوبم، اونا خوبن، همه خوبن، ما خوبیم. این میشه سنتیمنت مثبت. سنتیمنت منفی چیه؟ وای یا اولفاز حمله کردن درید دیگه، من دیگه اینجا دارم فرار کنم دیگه، بلند نمیشم برم پولمو تو رو به تبرک سرمایه گذاری کنم، که پولمو میرم سری طلا میکنم تازه اگه بتونم طلای فیزیکی میکنم، چال میکنم زیر خونم. نه، میخوان موشک بزنن، پولمو میذارم تو پاکت نامه میفرستم برای رفیقم که تو لندنه. میدونی چی میگم؟ اگه بتونم جونم من برمیدارم در میرم، سری میرم طلا میخرم. به اینم میگن چیزی که ترس اومده تو مارکت، به چیزی میگن که ریسک آف، ریسکی نداریم، ریسک خاموش، حاضر نیستیم. بالا مثلا موشک اونا دارن میزنن، کسی بلند نمیشه بیاد کافه را بندازه دیگه تو تهران در ایام جنگ. اونا دارن از اون موشک میزنن، همه دارن در میرن دیگه، الان زمانی نیستش. خب یه مقدار در رابطه با اقتصاد کوتاه با هم صحبت کنیم. تو اقتصاد ما سکتورها و بخش‌های مختلف داریم. یک سری بخش‌ها بهش میگن سیکلیکال، یه سری بخش‌ها بهش میگن غیر سیکلیکال. خب سیکلیکال یعنی چی؟ یعنی همون سنتیمنتی که من در رابطه باهاش صحبت کردم الان، گفتم آقا یه زمانی سنتیمنت یه جوریه که این قیمت داره میره بالا، بزن فلان، اینو داستان. زمانهایی که اوج قیمته و یک زمانهایی نه همه ترسیدن و اوضاع خوب نیست. خب در نظر بگیریم این یه اقتصاد باشه، زمانهایی که این بالاشه، همه چی خوبه، همه حاضریم ریسک کنیم، پایین حاضر نیستیم ریسک کنیم. آیا زمانی که حاضرید ریسک کنید چیکار میکنید؟ میرم کسب و کار راه میندازم، میرم مغازه‌داری راه میندازم، جنس میارم میبرم، بساط میکنم میبرم، میفروشم میبرم، پولمو میریزم، سهام میخرم، میرم بورس میخرم، بلند میشم میرم همه کار میکنم، میرم خونه میسازم، فلان میکنم. اما زمانی که حاضر نیستم ریسک کنم چیکار میکنم؟ میرم کنسروایی میخرم، 40000 تا انبار میکنم تو خونم، برنج میخرم میذارم اونجا زیر خونم، اونجا کپک بزنه خراب بشه، بلند میشم سوار ماشینم میشم، وای میستم میدون آزادی، از مردم 50 میلیون میگیرم تا شمال، ولی حاضر نیستم دیگه پولمو ببرم یک کسب و کار جدید راه بندازم. پولی هم در میارم، خانومم پول در میارم، بلند میشم میرم طلای بدون اجرت میگیرم، گردنبند میکنم، فلان میکنم دیگه. زمانی که همه در حال پول در آوردن نیستن، همه سنتیمنت مثبت نیست، همه چیز نیست، شوهرم غلط میکنه برگرده به من بگه طلا تو بفروش بریزم تو کسب و کارم. نه، تو کسب و کارتو بفروش، من طلا میخوام بخرم. اما زمانی که نه اوضاع خوبه، میام میبینم من 20 میلیون طلا مثلا گردنبندم 20 میلیون تومانه، شوهرم مثلا 40 میلیون تومان داره پول در میاره، میگم خب بیا من گردنبندم من بهت میدم، پول بیشتر در بیار، به منم پول بیشتر بده، بعدا میرم باهاش 2 تا گردنبند میگیرم. این به زبون ساده شد سنتیمنت مارکت. حالا اینکه سنتیمنت مارکت رو بعداً از کجا و چجوری میفهمیم، سنتیمنت مردم ژاپن چجوریه، آمریکا چجوریه، اروپا چجوریه، کشورهای هسته چجوریه، کشورهای هسته اصلا چی هستن، داستان چین چی، آمریکا چیه، کانادا چیه، تو بورسای اونا چه خبره، سنتیمنت جهانی، کل جهان در چه وضعیتی و اینا رو حالا بعداً میرسیم تو ویدیوهای جلوتر در رابطه باهاش صحبت میکنیم. اما الان فهمیدیم که سنتیمنت چیه. همون جایی که قیمت از 25000 تومان یه دفعه تو تتر به تومان فرار میکرد، اون حرکت یه بخشیش هیجانی بود، اون بخشیش که هیجانی بود ناشی از احساسات معامله‌گران بود، ناشی از سنتیمنت بود. این از این. یه بخش دیگه ما داشتیم در رابطه با جنگ صحبت کردیم. اینجا اسرائیل اومد حمله کرد، اینجا حماس رفت زد به اسرائیل. این خبر ژئوپلیتیکیه.
خبر ژئوپلیتیکی هم این هم شامل حال سنتیمنت بلند مدت میشه، سنتیمنت کلی میشه، سنتیمنت غالب میشه. و یک زمان دیگری ما ایران اقتصاد نداره، این قسمتش دیگه من نمیتونم از ایران بیام مثال بزنم، اما چرا اینا میتونم بزنم. یادتونه دوره حسن روحانی این آقا بلند شد رفت برجام آورد فلان و اینا، بعد میگفتن آی الان تحریم برداشته میشه، الان همه میخوایم رشد کنیم فلان، اینا چه استحال خوبی افتاده بود و اونا هم رفتن هواپیما گرفتن، گفتن 4 تا هواپیما از آمریکا پول اومد ایران، جون فلان، پول 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 پول، همه رفتن پولاشونو تو بورس گذاشتن، بورس تا ناموس رفت بالا. زمانی که این اتفاق افتاد همه داشتن میخریدن، به این میگن سنتیمنت مثبت. چرا داشت میرفت بالا؟ من وقتی میگم مسخره از اقتصاد ایران مثال زدنی، چون اینم با سنتیمنتی بود، ناشی از اخبار بود. اما ما اینو تو اقتصادهای دیگه چیکار میکردیم؟ ما اینو تو اقتصادهای دیگه میایم، اقتصاد دیگه بنیادی. ببین چون میخوام من مثال فاندامنتال بزنم، فاندامنتال میشه بنیاد. وقتی در رابطه با یک کشوری میخوای صحبت کنی که هیچ اقتصادی توش نداره، اقتصاد مال خره، شما نمیتونی بیای در رابطه با این درست صحبت کنی. اما همینو در رابطه با آمریکا اگر من بخوام صحبت کنیم، زمانی که شما میبینی کسب و کارها خوب دارن کار میکنن، نرخ بیکاری پایینه، بانک مرکزی میخواد حمایت کنه، رئیس جمهور با لبخند میاد صحبت میکنه، اخم نمیکنه، با زنش با خانومش مشکل نداره، دعوا نمیکنن، دعوای خانوادگیشون نمیارن پشت میکروفون داد بزنن فلان 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 فلان، دوست تنش ژئوپلیتیکی نیستن، به کشورهای دیگر فوش نمیدن، همدیگر ترور نمیکنن، با همدیگه خوبن، همدیگر رو نمیکشن، این سنتیمنت مثبتی غالب میشه. اما ناشی از چیه؟ ما زمانی که اینو میایم به صورت اقتصادی بررسی میکنیم، میگیم اوکی اینا الان وضعیت مسکنشون خوبه، وضعیت کسب و کارشون خوبه، اون اعتباری که اونا دارن به چیز میدن، به مردمشون میدن، به مردم خوب دارن خرج میکنن، مردم خوب دارن. زمانی که میایم اینا رو نگاه میکنیم، اینا چی ان؟ اینا بنیادهای اقتصادن. این شکلی زمانی که میایم به کشورها نگاه میکنیم، اون هم میشه تحلیل فاندامنتال. حالا در رابطه با اعتبار زمانی که صحبت میکنیم، ببین ما ایران اقتصاد نقدیه، یه اقتصاد مستضعفینه. خب هیچ کدوممون رو آدم حساب نمیکنن، هیچ کدوممون هم قبول ندارن، نه بهمون پول میدن، نه بهمون اعتبار دارن. بلند میشی هم میری بانک، اونجا هم باید این آشغال برخورد میکنن. تو اقتصادهای دیگه اکثر جاها این شکلی نیست. همین که شما آمریکایی هستی و تو آمریکا به دنیا اومدی، فکر میکنم $200,000 یک کریدیت کارت $200,000 بهت میدن، میگن تو به همین که آمریکایی هستی اعتبار داری پیش ما، میتونی این $200,000 هر چقدر خاصی خرج کنی، کسب و کارت رو راه بنداز، خونه تو، فلان تو، ماشین تو، هر کاری میخوای بکن، دانشجویی درس تو بخون، برنامه‌ریزی کن، هر چی هم برداشتی بعداً با یه بهره خاصی باید پسش بدی. اون بهره خاصی، اون بهره میشه همون نرخ بهره که همون نرخ بهره نیست، اون نرخ بهره خزانه‌داری، اون سود بانکی، اما با هم حرکت میکنن، با هم بررسیشون میکنیم. خلاصه اون همون بهره است و فلان، و شما نیاز به حمایت پدر نداری چون حمایت دولت پشتته. این میشه که ارق ملی برات پیش میاد و عاشق کشورت میشی. این کشور منو خودش رشد داده. اینجا شما رو رشدت هم نمیدن، بعدم که از اون ور رشدت هم نمیدن، میگن همین که اینجا زنده موندی، تونستی خودت زنده نگه داری، به لطف ما بیا 2 سال هم به ما خدمت کن، بلکه یکم جبران کرده باشی، دست شما هم در نکنه. خب خلاصه اینه ماجرا. پس کردیت دارن اونا. بعد آقا ما همون کردیت رو اونجا شفافیت مالی داریم. اینجا مثلا شما اگر یه شرکتی داشته باشی، سعی می‌کنی اول اصلا برای اینکه مالیات ندی هیچ جای ثبتش نکنی. بعد از اینم که ثبتش کردی، سعی می‌کنی 2 دفتری بکنی، حساب کتاب اصلی تو یه جای دیگه، توی مثلا زیرزمین خونه پدریت انجام بدی. یه بخشیشو که مثلا مهم نیست، سودآور نیست و نشون میده که توی بدبخت بیچاره‌ای رو بیاری تو آماره حسابداری که مالیات کمتری بدی. که خب همینم یه شغله. شما رو سرچ کن مشاوره مالیاتی زنگ بزن، اصلا تو سرتیتر سایتاشون بزرگ نوشته ما یه کاری می‌کنیم شما کم مالیات بدی، همین کاراست. اینم پس در رابطه با این داستان شفافیت. بعد اینجا شما میخوای آمار در بیاری، آقا چند نفر مردن، چند نفر زنده‌ان، مردم خوشحالن، مردم ناراحتن، چقدر دارن مهاجرت میکنن، چقدر نمیکنن، چقدر دارن خرج میکنن، چی 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 به تو ربطی نداره، اینا همه امنیتیه. ولی جای دیگه این شکلی نیست، جای دیگه تمام اطلاعات شفافه و اون اطلاعاتی شفاف قابل بررسیه و ما از دل همون اطلاعات شفاف قابل بررسی میایم اقتصادشون، حالت مردمشون و چیزهای دیگه رو میایم در میاریم و اعتماد میکنیم و پول تو اقتصادشون سرمایه گذاری میکنیم. یعنی منی که یه بدبخت بیچاره توی تهران نشستم اینجا، حاضرم $50 که به سختی در آوردم و به خاطر همون شفافیت اون رو تو آمریکا برم سرمایه گذاری کنم، سهام S&P بخرم. اما همون اینجا جرئت نمیکنم بلندشم برم سهام تبرک بخرم، سهام ذوباهن بخرم، حالا اینه که شرکت‌های مطرحی هم هستن. خب الان بورس و جنگ شده، بورس رو بستن، هر کسی هم اومده مثلا هر چیزی خریده حالا میخواد بفروشه، یه دکمه گو خوردم نداره، وایسادن تو صف، 3 روز تو صفن، چند روز که بورس بسته بود، الان هم وایسادن تو صف که آیا کی فروخته میشه، کی پولشون نقد میشه. حالا اون موقعی هم که نقد میشه با چقدر ضرر نقد بشه خداوند ایزد منان میدونه.
خب خیلی بدبخت شدن تو این چند سال سر بورس. جز معدود بازارهای مالی که شما دکمه سل توش نداری. سل یعنی فروش. حالا پس سنتیمنت رو متوجه شدیم، فاندامنتال رو متوجه شدیم. حالا بنیادهای اقتصادی اونها رو می‌خوای دنبال کنی، میای نگاه می‌کنی سنتیمنت دانشگاه میشیگان، زنگ میزنن یکی یکی، الو سلام آقای فلانی، سلام بفرمایید، حالتون چطوره؟ نه نگاهتون چیه به اقتصاد؟ خوبه، اوکی. نه نفر بعدی به چند هزار نفر زنگ میزنن، بعد تا متوجه میشن که اوضاع مردم چه نگاهشون به اقتصاد در آینده مثبت یا منفیه، میشه سنتیمنت مصرف کننده. زنگ میزنن به تولید کننده ها، مدیران زنگ میزنن به مدیران خرید، آقا شما چشم انداز اقتصاد برای آینده چجوری می‌بینی؟ طرف مدیر تولیده، چشم انداز اقتصاد چجوری می‌بینی؟ خوبه، بده، فلانه، یه عدد به ما بده، نظرت چیه؟ من به نظرم 50-50، اون که من میگم 60 رو به بالاه، فلانه. چقدر خرید کردی؟ من خریدامو بیشتر کردم. انبارتون چقدره؟ فلان قدره. قیمتا افزایش داشته، کم داشته، فکر می‌کنی زیاد بشه، فکر می‌کنی نظرات اینا رو میپرسم، میشه شاخص پی ام آی. بعد زنگ میزنن برای همینا نسبت به شرکت سرویس، شرکتی که دارن سرویس میدن، شرکت هایی که دارن سرویس میدن، حالا خدماتی، درمانگاه، فلانه. آقا سلام، خرید کردی نکردی؟ مشتری بیشتر شده کمتر شده؟ نگاهت مثبت یا منفی؟ دوباره میشه پی ام آی سرویس. این از این. و حالا این چیزی هم که ما گفتیم در رابطه با این به این میگن سیکل اقتصادی. این سیکل اقتصادی یه سری چیزا هم این وسط هستن در هر حالت سودآوره. مثلا تو ایران ما شما راننده تاکسی دیگه سیکلیکال نیست، تازه تو اون شرایط بد که همه میخوان فرار بکنن، شما که باید 2,500,000 میگرفتی تا شمال میگیری 5 میلیون تومان. خب و اتفاقا پول بیشتری هم در میاری، پس دیگه این نان سیکلیکاله. خارج از این سیکلیکال شما همیشه میتونی یک راننده موفق اسنپ باشی. بعد این ماجرا. حالا دوباره همین مسائل پزشکی همینطور، مسائل نونوایی همینجوری. این نونو همیشه می‌خوایم بخوریم دیگه، هر چقدر وضعمون خراب باشه نونو می‌خوایم بخوریم، مگر اینکه دیگه واقعا بخوایم بمیریم. تخم مرغ مثلا همینه، باز مثلا نسبت به نون پایین‌تر. بعد دوباره مثلا چیزایی که مثلا رستوران تا یه حدی، هر حالتی شما شاید رستوران لوکس سیکلیکال بشه، اما رستوران معمولیه که شما از سر کوچه زنگ میزنی 2 تا کوبیده برام داری میاره، ناهار مامانت نپخته، اون دیگه سیکلیکال نیست. اون دیگه اونا سیکلیکال نیستن. حالا پس زمانی که اقتصاد تو حالتهای پایین خودشه، یا به خصوص تو یک کشوری نمایی که همیشه اقتصاد تو حالت پایین خودشه، اصلا بالا شما ندیدیم، مسائلی که سیکلیکال نیستن مناسب تر هستن، سود کمتری میدن به شما در مجموع، اما به خاطر اینکه تعطیلی کمتری دارن، اوضاع مثلا بالاخره شما میتونی زنده بمونی باش، روی آب بمونی. و مسائل این تولید، حالا ما که کارمون کفاشی، تولید کفش اگر باشی فلان، یا تولید مبل باشی، تولید پیراهن باشی، تولید پوشاک باشی و اینجوری اینا سیکلیکالی ان و شما هی به تعطیلی میخوری، هی دوباره به تعطیلی میخوری، هی به تعطیلی میخوری، هی دوباره. این ماجرا. پس یه مقدار در رابطه با سیکل اقتصادی صحبت کردیم تو این ویدیو، در رابطه با سیکل اقتصادی صحبت کردیم، در رابطه با سهام صحبت کردیم، در رابطه با اقتصاد صحبت کردیم، در رابطه با تحلیل بنیادی و سنتیمنتال صحبت کردیم، در رابطه با اینکه این دو تا چی ان صحبت کردیم، در رابطه با مسائل زیادی صحبت کردیم. ببین تو یه رو 20 تو یه رو 10 دقیقه همه اینا رو سرش هم آوردیم. هر کدوم اینا رو شما زمانی که میگم برید آموزش ها رو ببینید، آموزش های زیادی هستن با کیفیت تر از من و بسیار دقیق تر، جزئیات تر. یه دفعه برای همین چیزی که من گفتم شاید شما برای این باید 15 ساعت 16 ساعت وقت بذارید، نه 15 16 دقیقه. ما فقط میخوایم کلیات رو بگیم، چارچوب رو بسازیم که با هم بتونیم صحبت بکنیم اینجا. وگرنه مثلا من یه مثال از بازار مسکن زدم، اما شما مثلا توی سایت پرشین فیکس آکادمی اونجا میتونی بری یه دفعه مثلا استاد امیری اونجا 3 ساعت در رابطه با بازار مسکن تو فاندامنتال پیشرفته صحبت کرده. مسلماً چیزی که شما تو این 3-4 دقیقه یاد میگیرید معادل اون نیست، اون کامل بری بررسی کنی فلان کنی. ما هم اینجا بررسی خواهیم کرد، اما دیتای تکراری قرار نیست، چیزی رو که چرخی که اختراع شده یه نفر دیگه اومده با تجربه بسیار بالاتر یاد داره من بیام همه اونها تکرار کنم. نه، اون هست، برید ببینید، خیلی هم عالیه. و فقط ما داریم اینجا چارچوب بندی میکنیم برای گروه خودمون، برای صحبت‌های خودمون که در آینده می‌خوایم صحبت بکنیم، از حرفای همدیگه سر در بیاریم. دوستتون دارم، تا ویدیو بعد، فعلا خداحافظ.